میتونم بگم که اسمم هست فرهاد بشارت، البته یه سیدم جلوش هست، خیلی به سید بودنم افتخار میکنم. پسر مردی هستم به نام مرتضی بشارت، سید مرتضی بشارت، که افتخارش این بود که آقا من از 15 سالگی کار کردم و تونستم که صنایعی رو در ایران بسازم که واقعا موندگار بود. وقتی که برگشتم ایران به خودم گفتم که آقا به دلیل تجربه که من در خارج پیدا کرده بودم و قبل از انقلاب بعد از انقلاب سعی کنم صنایع خارجی رو بیارم ایران و اینا بیان تو ایران سرمایه گذاری کنن. من موقعی که اومدم ایران اول با شرکتی در اصفهان به نام پولار که آبگرمکن و بخاری درست میکرد، من دوم بزرگترین گروه فرانسه رو به نام سونی دوال آوردم، طوری که ما نظر آبگرمکن و اینا بعد از گروه بوتان بزرگترین تولید کننده آبگرمکن در ایران بودیم. بعد اومدم توی صنعت پلاستیک سرمایه گذاری کردم. یه شرکتی رو خریدم به نام رامو. حرفم این بود که آقا صنایع اتومبیل در ایران صنعت فرانسویه، ما تحت لیسانس فرانسوی ها بیایم و شروع کنیم به توی این صنعت سرمایه گذاری کنیم. اون موقع که با اون شرکت فرانسوی که من به نام علیبر بود شریک شدم، اینا گفتن آقا اول بیایم ما توی مبل سرمایه گذاری کنیم. اینا وسایل حمام و اینا درست میکردن و من اومدم که سرمایه گذاری کردیم توی مبل. من یادمه که یکی از بزرگترین اشتباهی که من کردم این بود که اون موقع صندلی‌های یادتونه که تو مراسم شما یادتون میاد یا نه، صندلی‌های تاشو ارج بود. بعد ما اومدیم گفتیم صندلی پلاستیکی بیاریم و خیلی بازار بزرگی داره، ولی نمیدونستیم که اولش سخت بود. مردم گفتن آقا میشکنه و فلانه و فلانه و اینا. بعد از اینکه ما دیگه جمعش کردیم و منم این شرکت رو فروختم، حالا دیگه اونا بازار سیاه پیدا کرده. مثل هر محصولی در ایران اولش مقاومتی هست. من خوب یادمه که مثلا صنعت اتومبیل سابق اول فیات اومده بود و بعد گفتن آقا فیات افتضاحه و فلان و اینا، بعد فیات شد بهترین. ما حالا بعد من اومدم بر حسب اتفاق و روی این سرمایه‌گذاری آب که خیلی هم واقعا بهش افتخار میکنم، این آخرین کاریه که من فکر میکنم که در این سن و سال ما میکنیم و تونستیم که این صنعت رو درست بکنیم و صنعتیه که به هر حال با مسائلی که در ایران و در منطقه و در دنیا هست، آب آتیه دنیاست و من همیشه فکر میکنم که ما واقعا به اندازه کافی به این صنعت احترام نمیذاریم، مواظب نیستیم. ببینید راجع به دماوند من اولا افتخار میکنم که یکی از نادر صنایعی هستیم که امسال میتونیم جشن 50مین سالگردش رو بگیریم و خیلی خوشحالم که راجع به این مسئله ما پیشرو بودیم. صنعتی رو در ایران آوردیم که آتیه و آینده دنیاست. آب یه مسئله بین‌المللیه و به خصوص ما در این منطقه و در ایران این مشکلات رو داریم. ما در دماوند موفق شدیم که مصرف کننده رو برسونیم به اینی که آقا شما آبی رو مصرف میکنید که موقعی که آب به شما میرسه مصرف سرانش خیلی بیشتر از اینی که از یه بطر آب استفاده بکنید و بتونید از اون لذت ببرید. سعی کردیم که آب سالمی به مصرف کننده برسونیم و از همه مهمتر ما در دماوند موفق شدیم که 2 تا از بزرگترین شرکت‌های دنیا رو که در دنیا مطرح هستن بیاریم ایران و در ایران سرمایه گذاری بکنیم. صنعت آب صنعتیه که در ایران بزرگان دنیا، 4 تا بزرگ دنیا توش وجود دارن. شما در هیچ رقم از صنایع ایران اینو نمیبینید متاسفانه و اینها فرهنگ و صنایع و سوادی رو بردن که من واقعا وقتی که خودم میرم دماوند رو میبینم لذت میبرم. اینا سوادی رو بردن که در کمتر شرکتی شما در ایران میبینید. کاری که دماوند کرد و ما به عنوان یه پیشرو انجام دادیم اینه که اومدیم و پیشنهاد کردیم به تولید کننده‌هایی که اون موقع وجود داشتن و تعدادشون اندازه انگشتای دست بود، بیایم یه انجمنی درست کنیم که بتونیم یه نوع فارسی یه نوع ترتیبی بدیم به تولیدمون، به پخشمون، به فرهنگمون، به فرهنگ سازی برای مردم و اینو. و من به عنوان دماوند اومدم اون موقع 4 تا شرکتی که وجود داشتن، داماش بود، پولور بود،
کوهرنگ بود و واتا بود، دعوتشون کردم، دور هم جمع شدیم و انجمن آب رو درست کردیم. این انجمن باعث شد که توی فعالیت این حدود 14-15 سالی که انجام شده، الان صنعت آب یه صنعتی که بیشتر از 140-150 تا تولید کننده وجود داره. من خیلی صنعتی در ایران نمیشناسم که بعد از خصوصی کردنش یا خصوصیت کردنش موفق شده باشن و ما واقعا روی دماوند این موفقیت رو درست کردیم. شرکتی بود که اون موقع حدود 40-50 تا پرسنل داشت، حقوقاشون پرداخت نمیشد. الان ما بیشتر از 400-500 تا پرسنل داریم، شرکت مرتبیه و واقعا بازار آب رو درست کردیم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، الان خوشبختانه در تمام مناطق ایران یه شرکتی کارخونه آب هست و مصرف کننده آب سالم و اینا به دستش میرسه. من معتقدم که آتی ایران، آتی درخشان، یه مملکتی با این همه پتانسیل، از همه مهمتر دانشگاه‌های معتبر داره. نمونهش اینه که دانشگاه و فارغ التحصیلای ما رو همه جای دنیا میبرن. یعنی شما الان وقتی که واقعا میرید اروپا امریکا افتخار میکنید از ایرانی‌هایی که در دومن‌های مختلف، دفاتر حقوقی میرید بزرگترینه، بانک‌ها میرید بزرگترینه، شرکت‌های اینترنتی میرید بزرگترینه، یعنی واقعا این نسل دنیا رو گرفته و نسلی که هم سرمایه دارن، هم عقل دارن، هم بازار دنیا رو میشناسن. بنابراین باید کمک کنی آدمایی مثل ما که اونور آب زیادن. حالا من که واقعا سنم میگه سنیه که آخر خطه، ولی واقعا آتیه و بزرگه و واقعا بزرگترین شانس ایران این دانشگاه ها فارغ التحصیلایی که میگن درجه یکن. چرا باید از ایران برن؟ این چیزیست که من میتونم آرزو بکنم برای آینده ایران. آخرش میخوام اینجوری تمام بکنم که من واقعا امیدوارم که این صنعت غذایی و این فرهنگ سازی که این صنایع در ایران کردن باعث سلامتی بیشتر بشه و واقعا هست. یعنی من واقعا دارم میبینم که اولا مردم چقدر توجه میکنن به صنایع غذایی، مردم چقدر مواظبن که تاریخ مصرفش گذشته باشه یا نگذشته باشه، مردم چقدر چون رقابت هست رقابت میکنن، یعنی انتخاب میکنن. شما حق انتخاب پیدا کردید، چیزی که سابق نبود. بنابراین من امیدوارم به این صنعت در ایران و امیدوارم به این که این صنعت روز به روز بهتر پیشرفت کنه.